خدا بزرگتر است، خدا بزرگتر است، خدا بزرگتر است، خدا بزرگتر است. شهادت میدم که خدا محمد رسول الله است. شهادت میدم که محمد رسول الله است. شهادت میدم که علی ولی الله است. شهادت میدم که علی ولی الله است. پاشید برید نماز بخونید، پاشید برید نماز بخونید، بدوید برید کار خوب کنید، بدوید برید کار خوب کنید. عزیزان، یه موضوع ما با زبان فارسی: پاشید برید نماز بخونید، بدوید برید کار خوب کنید، ایال الصلاة ایال الصلاة ایال الفلاح ایال الفلاح. حالا دیگه ما شما با زبان فارسی اگر قرآن را بخونیم به همین اندازه همه ما میخندیم. به همین اندازه که به زبان فارسی ما نماز آذان را میشنویم همه ما میخندیم. اما بعضی کساست که میگن در پوست ما مرغی میشه وقتی ما اذان را میشنویم. که یک بار به زبان فارسی بشنو که پوستت بخی دایناسوری شه، اصلا مرغ را در جایش بگذار. عزیزم، خب یک دوست دیگر را بالا میاریم. اینم زبان فارسی، آذان به زبان فارسی. یک عزیز را بالا میارم، تو مخی مخ مردم را میزنه فکر کنم. بیا بالا عزیز. سلام علیکم. بفرمایید. تو مخی جان جور لالاپویا بخیر هستی؟ سلامت باشی. من کاوش هستم، لالاپویا در قسمت بالاتر هست. ببخشید ما رو روزک گیج کرده به شرمنده. خب حالا مقصد شما یک تیم هستین دیگه، خدا یارتون. چی گپا خوب هستین؟ قربانتان. تو مخی سلامت باشین. میشنویم از شما در مورد برنامه اسلام منبع بدبختی نابودی باشین. والا این گپی که شما مطالعه داشتین، کتاب ها خواندین، یا مثلا سوادتان از ما زیادتره یا هرچی، این شکی نیسته. من خودم از طرز برخوردتان از اطلاعاتتان معلومه. خب با سواد هستین. من خودم زیاد سواد ندارم واقعیت. مگم خب این رقم هم که شما میگینم خب نمیشه. نه او زمان درسته. مثلا قرآن خب چرا قرآن در امروز روز خیلی چیزایش نمیخوانه؟ خب او زمان 1400 سال 1500 سال پیش مردم باید یک رقمی دوری خود جمع میکرد یا هر رقمی. بعد عربا خود جاهل بود، نه خب خیلی کارا میکردن تا اینکه حضرت محمد خب آمد و خب یک سری اضافه کاری ها و بالا پایینا داره. ولی خب اینجوری هم که شما مثلا میگی که بخی درسته در امروز روز نمیشه و قرآن عملی کرد، اصلا نمیشه. الان ما اروپایم گوشتی که میخورم خب نه الله اکبر میگن چیزی، اول زیر برق میده با زلال میکنن دیگه. اما هر کس هم باشی یعنی میگوشت بید میده دیگه. ای هم که نوشته حلالی فقط نوشته، وگرنه اول حیوان زیر برق میکشه بعد سرشم بره. خب در دین ما این حلال نیسته. مگم خب شما دیگه والا خیلی شما اصلا قبول ندارین نه خدا را نه دینه. جای خوشبختی هم اینجاست که ما خدای را قبول نداریم که به خاطرش باید انسان بکشیم. ما خدای را قبول نداریم که به خاطرش باید با کودکان ازدواج کنیم. ما خدای را قبول نداریم که به خاطر نواسه پیامبرش بریم خود ما را بزنیم به نام ده محرم الحرام، به نام عاشورا و تاسوعا و فلان بهمان. ما خدای را قبول نداریم که فرمان تجاوز را بالای زن مخالف ما میته. ما خدای را قبول نداریم که کوره انسان سوزی داره. ما خدای را قبول نداریم که جان مرا میخره تا در راهش خودم را از بین ببرم بکشم. ما خدای را قبول نداریم که برایش تخت خواب محمد زیادتر و با ارزشتر از جان انسان ها هست. ما خدای را قبول نداریم که به محمد میگه چی کار میکنه؟ میگه فلان دختر 6 ساله را در تخت در کنارت ببر به نوبتی که خودت میخوای بخوابان. بله ما این خدا را قبول نداریم. اسم خب این رقم هم نیست. خب بچه شما مثلا خب همین آیات قرآن بود که من برات گفتم دیگه. نه سایکو اینا خب انمال خودم عربام، خب من عربا رو دیدم هم اینجا دیگه. خود عربام که قرآن میخوانه خب متوجه نمیشه، باید ترجمان کنه. مثل موتی که انمال فارسی زبان هستیم، مگم شعرهای حافظ و سعدی رو میخوانیم متوجه نمیشیم، باید
به اصطلاح چیز کنیم نه یک ترجمان. قرآن شعر است، شعر محمد است یا شعر الله؟ نه این یک مثال بود. نه این یک مثال بود، مثالی که قیاس مال فارق کردی دیگه جان. نه خوبی در مرور زمان بالاخره خیلی چیزا جدید و قدیم شده. مگم این خب خیلی کلمه هستن، حالا در فارسی خیلی کلمه. یک سوال کنم. بفرمایید. کاوشان اجازه است یک سوال داشته باشم؟ خودت دیگه حالا پیش میبری، من مدیر هستم عزیز من، بفرمایید. امی لاله ما تو مخی آمد گفت همین مردم 1400 سال پیش نادان بودن، جاهل بودن، همین اسلام آمده بود برشان. از امی لاله ما سوال میکنم که ما و تو خود جاهل نیستیم امروز، هستیم؟ خب نه دیگه با اسلام خب خیلی که نیستیم دیگه. اسلام خب برای از او جاهلین 1400 سال پیش بود لالیم، چرا خیلی خود چسباندی در جان این دینی که برای جاهلین آمده؟ نه منظوری من پیش از اسلام بود. خب عربا جاهل بود، نه عربا دیوانه بود، باید یک رقم اینا رو کنترل میکرد. شاید یک چیزای کم و زیاد شده، مگم به این حدم نیست که سایکو یعنی. نه حالا سوال من اینجا اصلا ما و تو جاهل هستیم؟ دور از جان 100% نه. خیلی چی به درد ما میخوره اگر این دین برای کسانی آمده که جاهل بودن که اونا رو از جل بکشه بیرون؟ ما و تو خود جاهل نیستیم، ما و تو خود در قرن 21 زندگی میکنیم. همین دینی که برای انسانهای جاهل آمده برای درد ما و تو چی میخوره جوان؟ والا بچهش بدون دین دنیا زیاد جالب نه ما کی گفتیم که تو بدون خدا باش؟ ما که نمیگیم تو بدون خدا باش. ما برات میگیم که این چیزی که اشتباه هست بگو اشتباه هست، نگو چون من به این باور دارم اشتباه رو من میپذیرم پس اشتباه من اشتباه خوبی هست. همسری منظورت الان که میگی اشتباه است؟ نه کل قرآن اشتباه است، کل قرآن اشتباه است، کل دین اسلام اشتباه است، هیچ خوبی نداره، هیچ خوبی. یک خوبی نام بگیر خودت. خوبی زیاد داره. خب شما الان طالبان نماینده مثلا یک دانش نام بگی، یک دانه نام بگی عزیز. 100 جای قرآن آمده که دیست یکی دیگه تنم بگیرین با یکی دیگه تان خوب باشین. مثلا در کجا آمده؟ نیامده عزیز، نیامده. فقط میگه اولش گفتم موقع سواد زیاد ندارم نه، ولی من خوانده منیم ناره داخل قرآن که مثلا یک دیگه خوره کمک کنم. ما دقیق نمیدونم کجایش، حالا خودتان شاید بهتر بگید. خب ببین این دین برای کسانی هست که این خدای این دین را یا اون الله را بپرستن. اگر من پویا که اون الله را نمیپرستم برای تو اجازه نمیده که دست مرا بگیری. برای تو میگه که گردن پویا را بزن چون مرا باور ندارم. متوجه هستی عزیز؟ ولی من از پیشت خواهش میکنم این قرآن را باز کن، به فارسی بخوان یک دفعه، بعد در لایف های بعدی بیا که صحبت کنیم بیشتر در این باب. نه برار یک چیزی دینه، یک چیزی من جمله آخر، یک چیزی دینه، یک چیزی انسانیت و رفاقت و مردانگی است نه. خب این که من تو هم نوعی تو انسانی، من 100 سال دیگه هم نمیم تو را آزار مده تو برسانم. این خب تو همون ببین تو همون اخلاق تو بهتر از اخلاق الله. همینا رو یک دفعه قرآن را باز کن با ترجمه به زبانی که تسلط داری، به زبان بخوان، به مترجمش را بخوان که بفهمی چی نوشته است. بعد در لایف های بعدی بیا اشتراک بکن که بتانی سند بیاری، آیه بیاری که صحبت ها بیشتر شیرین تر باشه. قربانت. سپاس. سلامت باشین. خیلی خوشحال شدم با شما کلام شدم بچه‌ها. خداحافظتان. سپاس.